سلام بچه، خیلی خوش اومد به این ویدیو. الان هستم از چنل توس و امروز قراره بریم که داخل بازی زولا که رفتم صندوق جدیدی که به اسم صندوق شهریار اومد و 2 بار خریدم. امیدوارم یه چیز سفیدی از اینجا به ما بده و ما دست خالی بر نگردیم. خدا کنه که چیز درستی بهمون بده و یه بیچاره نشیم. خب با یکی از بچه هم هستیم تو وایس، ولی ایشون مایکشون وا نیست. خب بزن بریم وا کنیم ببینیم چی در میاد. اول کدوم سرور برم؟ پارسا مایک تو رو کن بگو. سیفت. خب فرستاده برام سرور 4. سرور 4 چی میدی؟ خب کدوم دسته کارتو بزنم؟ کلی هست. کدوم بزنم؟ بگو که چیز درستی میخوام. ایوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بریم ایوی بزنیم ببینیم چی میده. تمام افسانه ای. خدا 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 بابا. ای پوست مکاترونیک. واو واو واو. ایول. خب حالا کدوم سرور کدوم دسته کارت؟ بودو بگو. گفتم بگو. تورنتو استایپینگ بودو. کوانتوم همین سرور. به خدا بیچاره میشم و یکی میزنم حالا به خاطر تورنتو. امپیتی 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 داد. واو پارسا آفرین، تو خیلی سفیدی. یکی طلبت، یه امپیتی طلبت داد. خب آقا ایول، تراوای امپیتی هم داد. حالا تراوا چندان خوشگل نیست. حالا کدوم سرور بگو. کدوم رنگش؟ تراوا داد. تراوا بعدی رو بگو. ایول همین ایوجی. خدا ایوجی خوب میده. بودو این مکاترونیک بده فول شه. پوسته اشتها داد. خوبش این بود یه دونم مکا سرنیزه. ایول بعد کدوم؟ بگو. مجموعه یعنی چی؟ مجموعه شه بابا، خریدم مجموعه رو. کابوسه. اوکی کابوس چیز خوبیه. کابوس من که نازه بابا. هر چی دادی اف ان فال پرو بود که داداش. خب سرور رو عوض میکنیم. شانسش رفت این سرور. کدوم سرور؟ بگو برم یه سرور دیگه. شانسش رفت 8. من به سرور 9 ایمان داشتم ولی سرور 4 بهترینش بود. استیون پلاس تو سرور. خب کدومش رو بزنم؟ بذار برم کدوم دسته کارتو بزنم؟ کوانتوم. ببینیم پارسا بازم سفیده یا نه. بابا چیتاک میدی؟ ای خدا چیتاک داد. ای خدا من چیتاک داشتم. سرور 1 همین کوانتوم ایوجی سرور 1. پارسا ببینم میتونی منو سر بلند بیاری بیرون یا نه. حالا انگار وظیفه تو. یا خدا انتقامگیر پوسته جادو. واو ایول این بابا. پارسا آفرین ازت خوشم اومد. یکی طلبه. حالا یه روز برات کار میفرستم. دمت گرم. ایول ازت داره خوشم میاد. آفرین بعدی رو بگو که حوصله ندارم. ایول خیلی چیزای خوبی داره میده. کار باز کن همین سرور. آره خب بسم الله دیگه ما نمی‌کنیم بریم کار. آقا کار که تمدید ندارم ولی اش خوب بدی لعنت گرم. انتقامگیر اژدها پوست رد هم داشتم. بچه با کنم
بابا ایول پارسا چقدر من سفید شدم. کار بازم همین سرور. آره حاجی من به این کار زیاد ایمان ندارم ولی ایمان پیدا میکنم. انتقامگیر ترمیناتور، پوسته امپراتوری، پوسته کوسه. ایول خب بعد چی بزنم؟ بگو ببینم رکورد چند دقیقه شد. آقا 5 دقیقه است دارید از ویدیو لذت میبرید. لایک کامنت سابسکرایب. این سرور آقای تورنتو یس. خب ایوجی هم داره تموم میشه. تو رو خدا حالا 7 مونده. بابا اسباب بازی و دزد دریایی. فکر کنم من الان ایوجی هم یه چیز خوب در بیاد. ایوجی من خیلی خوب میشه. بعد چی بگو پارسا تو سفیدی بقیه‌شو هر چی خواستی. برو بابا من سیاهم. اوکی من میرم سرور نو، سرور ایمان. من دیگه چیزی که اصلا کوانتوم ایوجی هم نمیخوام. بیا هر چی میدی بده کوانتوم. حالا ایوجی میده. نگاه کریس ویکتور. بابا کریس ویکتور نداشتم ولی خوبه. بابا خدا بذاریم رقابتی شاید باگی چیزی بشه چیز خوب بده. کوانتوم میشه بدو. P90 داشتم هرچند P90 هم دائمه. خب اینجا هم یه مجموعه مکا بزنیم. مجموعه مکا هم گوشه داره داد میزنه. P90 مکا داشتم هر چی داشتم. سرور رقابتی باگه که یه باگیه هیچی نمیده. بله این سرور سرگرمی سرور جدیدی که داخل ایران زور و عرضه شده و همه از این سرور خوشحال و راضی هست. مکا چرا زدم بابا؟ گلاک مکا دادم. فور 68 رفلکس. ایول خوبه. بیا یه دونه هم کوانتوم ویژه بزنیم اینجا ببینم چی میده. امراد سار چیزی چی لگر P08 وات این چه گانی هستن؟ برو بابا من یه کوانتوم درست حسابی میخوام. ببینم کوانتوم امپیتی واقعا اس نبود. برم امپیتی مو پیدا کنم بزنم ببینم. امپیتی 76 واو کوانتوم ترافا فشیام. خب گروه 1 بسته است فرام. از گروه لفت دادم. میریم سرور 8 سرور خوششانسی. فاموس هر چی. مجموعه کوسه هم بکنیم. آقا هر چی خوب دادی همون بود. یه چی خوب بده دیگه داداش. حرفه‌ای بریم. کارم یه دونه بزنیم. کار 98 ترکونده و اینکه کوانتومشو داشتم ولی ایول با کوانتوم تموم شده داشت. یه دونه ایوجی بده ما سر بلند بریم. بابا این سیگ چه گانیه؟ ناموسن چه گانیه؟ پارسا 3 تا دارم. جان من یه سرور بگو درست باشه. کوانتوم ایوجی بهم بده. تو رو خدا خیلی سفیدی. سرور 5 اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بابا این لاگر چیه چسبیدی به این؟ بذار مکا بزنیم ببینیم شاید درست داد. ایوجی بازم بابا بس دادم. بریم تو سرور 2. سرور 2 میگم باگه آجی. گفتن سرور 2 باگه. ببینیم چی میده. سرور 2 باگه به خدا باگه. بله یه باگی هم هست که آدم رو ماخی خدا. کابوس چند تا بزنیم برای این سرور مسخره میده ولی بازم اوکی. اچکاپورو کابوس زیبا است. کاش بتل رویال بیاد بریم بتل رویال بزنیم یه باگی بشه. MSC شده داشت نرو. پارسا هم مثل این که از ووس رفت. من برم چی؟ یعنی
حالا اوکی ما بایا می نویسیم براش بچه های عزیز. خب ببین بچه ها ما شانسی میگیم بیاد سرور 6 آخرین کوانتوم رو وام کنی به حول قوه الهی. پهلوانان چی میده ای بابا. حالا بازم خوب بود، خدا قوت، دمش گرم، خیلی خوب بودین مجموعه. حالا داریم اظهار نظر میکنیم، بریم چند تا هم واکنیم براتون. یه ویژی بزن ببینیم. بابا ایوژی ترکونده مکا کار 98 مکا داد، دمش گرم. بازم ایوجی حاجی ایوجی داد، حاجی ایوجی بابا ایوجی داد واسه من. حاجی ایوجی بابا ایوجی. بابا M93 هم که دادی. ایول از ناظرای بازی زولم تشکر فراوانی دارم، خیلی چیز خفنی بود. بریم چند تا هم آقا، من اینا رو باید تموم کنم. ویدیو چقدر 11 دقیقه آقا تموم نمیشن اینا. من غلط کردم، من هیچی نمیخوام، صندوق نمیخوام، فقط اینا تموم شن. ای خدا بازم دمت گرم. MP76S تو اکانت لول 5 هر چی بود براش داد، یعنی نمیدونم فول بود از همه کارتاشا، یعنی انقدر. بریم یه بارم سرور حرفه‌ای، ما اینو دور نمیندازیم. یه چیز کار نداشت، یه کوانتوم خوشگل بده. ببین هر چی داد به جز این داشتم، همه اینا رو داشتم به جز این دوربین خفن که دمش هم گرم داد. بریم دستگاه خیلی بد رو واکنیم. بله این عبدالسوار داد. ایول چه ویدیوی خوبی شد. ایول حاجی دمتون گرم، خیلی که ممنون بودید. چی میده؟ سرور حرفه‌ای خوب نمیده. کهربا هم داد بابا. من چقدر پول دارم خدا. حتما این صندوق رو بخرید، خیلی صندوق خوبیه. دیگه اصلا میخوای هیچی نده، بنویس پوچ، برای من مهم نیست. بله بابا نئون کارم داد. بابا ایول این سرور رقابتی به من گفتن که هر چیز بده میده، ببینیم چیا میده. بابا ول کن این کوسه هانتمن رو، ول کن یه چیز بهتر بده. مکا بزنیم ببینیم چی میده. ایوجی بازم ایول یه ایوجی خیلی خوب شده. ناب باب همش حس شیشم من بهم میگفت یه پوسته M92 باید کابوس بده ولی نمیده. من یه پوسته M92 کابوس میخوام. داداش بعد بگیرم، من کاری ندارم با تو. اینا باید یکیشون پوسته M92 کابوس باشه. کلت 19 11 آخه ای خدا. بابا من نخواستم داداش، ببخشید. من غلط کردم، من پوسته M92 نمیخوام، حالا میخوای بده. بچه رکورد چیز خفن داد. رکورد خیلی طولانی شد. این دست کارت تموم شد، رکورد رو قطع کردم. احتمالا یه مدت بعد اینو اپلود کنم چون خیلی طولانی شد. یکم کانال رشد کنه بره بالا. خب از این دست کارت های خفن بزنیم ببینیم. هیچی نمیده خدا وکیلی.
همش هم داره انتقام گیره، همه پوسته ها و موسته ها رو میده. دمش هم گرد. خب دیگه وقتش تموم میشه. خسته شدم. دیزرت هم داد، ایوجی هم داد رو. خب آقا ببینید الان این دوتا دست کارت خفنمون موندن و دوتا از خفن ترین گانای بازی. حالا میخوایم اینا رو تو سرورهای شانس خودشون بکنیم، یعنی ایوجی رو تو سرور 4. بازم بابا دمت گرم دیگه، چی بگم. بازم با میکنیم بله همه پوستا رو دیگه به ما داد، دمش گرم. فکر کنم پوست ایوجی دیگه نمونده باشه برام، همش رو گرفتم. بله همش رو گرفتیم. بله و این هم آخرین دست کارتمون. دمتون گرم بچه که دیدید، خیلی ممنون. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. فعلا تا ویدیو بعدی، خداحافظ. اگه گیم پلی خواستید از این ویدیو بگید.